دوست شریفی مثل عادل فردوسی پور رو دارم که سالهای سال بدون منت برای مردم زحمت کشید، خودش رو، خانوادش رو، عزیزانش رو جلوی خیلی از مسائل گذاشت به خاطر اینکه اون عشقش که فوتباله، عشقش که مملکتشه آسیب نبینه. خیلی خیلی هزینه داره این مسائل و ما میدونیم که عادل فردوسی پور این هزینه رو با تن شریفش به راحتی پرداخت کرد و برای همینه که همه دوستش داریم، افتخار میکنیم. اگر حتی ارتباط با عادل فردوسی پور باعث بشه که از خیلی چیز آدم محروم بشه به قول شما، این مسئله مادیه. چیزی که برای ما میمونه اینه که یه رفیق شریف و نجیب و فوق‌العاده‌ای داریم که انشالله سالهای سال بتونه برای همه ما برنامه